دوستان خیلی خوش اومدید. بازی سناریو بازپرسه. سر صحبت خانم فاطیما، انتهای صحبت های توفیق. معارفه 30 ثانیه صحبت. سلام دوستان، فاطمه خیلی خوشحالم دارم بازی می‌کنم. بازی خوبی باشه. من تو این یک شهروندم. دوست دارم بیشتر شهروند پیدا بکنم. یعنی یه شهروند پیدا کنم باهاش بازی بکنم. ترجیح میدم شاطر بشم تارگت بزنم. سلام دوستان، محمد رضا خوشحالم. من دارم شهروند فکر کنم توی 5 6 8 9 دو سه تا مافیا هست. یعنی اون دو نفر این دو نفر شهروند. آقا یالا منم خوشحالم تو جمعتونم. دوست دارم که شهروندی بازی ببره، همه تلاشم میکنم. ببین خودتو شهروند داشتم ولی خانم فاطمه مشکوک. نظر من خانم فاطمه مشکوک. ببین مافیا باشه با 4 نفر تو معرفه درگیر نمیشه. شماره دو نظر من همین. به نظر محمد حسین مافیایی. مرسی. آقا صحبت میکنم واسه رو میخوام مثلا فکت هم رو به شما مهم هم نیستید هویتتون شهروند باشه یا مافیا باشه. آقا سیت یک رو داری نمیتونید فشار وارد سیت دو رو شهروند داری نمیتونید فشار وارد یک رو کنید. پس جفت سیت دو و یک رو با هم کار کنید. حتما بین خودت و تارگت های کم زدی با ریاضی من مافیا آرمان سینا منوری استاد خطر رو بکنم مافیا توش نیست. سلام دوستان، سینا هستم. اما روز معارفه معادله نداره که به با فکت معادله تو روندبازی تارگت میزنی یا دو هم تو روندبازی کاور میکنه. سنفاسی که مشکوکه. آره محمد رضا مشکوکه. میذارم کاورش کنی چون محمد رضا تو یه فیلم گرد بین من و محمد حسین داری. حتی اگه اونجا فیلم داری نباید بیان کنی. باید بفهمیم اونا نسبت به ما چه اعلام‌گذاری دارن. ما تفکیک شهروند مافیا راحت‌تر. الان تو نمی‌فهمی بین ما صحبت کنیم دیگه دیتا اینقدر زیاد میشه نمی‌فهمیم که شهروند کی مافیا. بس مشکوکی خانم فاطیما رو با اینکه نکست دادی ولی کی مافیا. قبل بازی از دیالوگ از امیر گفته بود دستش نمیاد. محمد رضا آدم دیسکایی که از تو بزنه آدمش می‌کنه. مافیا باشه بازی نمی‌کنه. سری گفت. مشکوک بود. من آقا خودت رو شهروند داشتم. حساب بگتن. داری قبل از خودت تو بگتن. سنفاسو خیلی مشکوک. آرمان بین خودت تو تارگتات دنبال مافیا می‌گردی. آرمان اونجا یه نفر شهروند کرد و بنام فقط بکنید مشکوک کن. اصلا زیادی نداشتی دیگه باش دیالوگ کردی. این آرمان بعد از خودم رو کاور می‌کنم. سینا رو کاور می‌کنم. مثلا شهروند بیام به نظرم شهروند. سلام دوستان، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. نمیدونم کی دیدونی اومدید ولی اگه تو این بازی من تارگت بزنید بهتون میگم که از اون میبینید. حسین بیکاسو که مشهور جوری فهمیدی ذهنیت باید نسبت به دو نفر کاوری باشه. شهر هیچ موقع اینجوری بلند نمیشه که تو بازی ذهنیت نسبت به کاور باشه. پس اونم مشهور گفت نه این 4 تا با هم میگفتم. گفته بین اینا تو بازی یعنی آگز 6 پاس کرد گذاشت گفت بین اینا مافیا بین اینا تو بازی مافیا. پس اونم بازی مشهور بوده. نکست. ببین خانم شما نکست من چیزا در نمیآوردم. خب ولی میفهمم. آقا من مرشادم خوشحالم دارم بازی خوبی داشته باشیم. بازی رو سعی کنم سر کنم شهرم هم پیش بودیم اما چرا؟ دقیقه کار کردن از آرمان تو چی بود؟ حال نکرد آقا اصلا کاری ندارم والا دوستان معارف است. مگه نمیتونیم ناتو به شریعت تارگت میزنه اون لایک بده که فهمید دو تا کارت سر بگرد دست من چون چی میگم قبل خودم خیلی سبب احساس میکنم چون یکو نفهمیدم مافیاست. اون دو اگه تو گردن داره تو چی 4 تا زد ببین ما تو ببین این دو تا تو گردن زدن چی بود؟ ببین کارت تو حمله کرد تو فیلینگاش خیلی شرم قضیهش چیزی تو گردن بعد میذاش صحبت کنه فردا. اگه تو فکر مشکوکه من بین خودتون دو تا مافیا دارم. بین من و سینا حتما مافیا دارم. بین شما تا حتما مافیا دارم. قبل خودم خیلی واسطم دارم. اگه تو گردن نکس آقا سلام سلام یک فاز بازی میدم فرق نداره اصلا این شهروندی خوب صحبت کنم یه برایند درست لطفا بی‌برایند کسی رو شهروند نکنید بی‌برایند به کسی نگید شهروند مافیا باشه بگید شهروند دیگه نمیتونی بهش تارگت بزنی
دو به نظرم خیلی سیف ترن بودن کرد. خیلی از قبل برنامه چیده بود که اینجا مافیاست. از قبل تو ذهنت بود مطمئنم. آره. دیگه ما شکلی یک فهمیدی مافیا این دو نفهمید یک مافیاست. کارتشو سر داده. چجوری فهمیدی یک مافیا دو شهروند؟ بالاخره تو بعد اینجوری یک تحلیل داشتی اگه یک مافیا داری دو ندیده. پس دو رو نباید بگی شهروند. خودت هم مشکل توسعه پیکاسو اون نفهمیدن تو رو مشکل کرد. نفهمیدم چرا مشکل کردی. حالا آرمان جلالی دو بار نکس دادی. اصلا چی گفتی داخل؟ فقط قبل خود فهمیدی توسعه پیکاسو مافیا اون سیده یکم نفهمید چی گفتی مشکوکه. نفهمیدی چی گفته چجوری مشکوکه برات. نه فردا تو گفتی نفهمیدم چی گفته ولی مشکوکه دادم. مرسی. شما نفر آرمان جلالی. نکس. تو بر اساس سه تا مافیا زدی. تو سه تا نه. حداقل گفتی بین اینا سه تا حتما مافیا هست. من دو تا دادم رو گردنم تو به من دیسلایک هم حتی ندادی. نه گفتی منو گردن نگرفتی. آیا آرمان مشکوک بین دو و سه حتما مافیا هست. اصلا بکن. فردا تک رای آقای مرشاد رو بیاره بالا. تک رای مرشاد رو بکنید بیرون. کل بازی داره میگه من سبک بازی دیدم. چون موازه رفته آیا آرمان رو کاور کرده آیا سینا رو کاور کرده توفیق کاور کرده آیا محسن مافیاست علی توفیق مافیاست آیا مرشاد کل اینجا درگیر شدن سر کارت دوسته چجور نفهمیدی بین اینو مافیاست مرسی آقای توفیقی. مرشاد هم بازی چک شب خوش اومدیم به شب معارفه. رئیس مافیا لایک، شیاد لایک، ناتو لایک، تیم مافیا بیان بالا. رئیس مافیا لایک بده، ناتو لایک بده و شیاد 10 ثانیه مشورت. مرسی خواب. بخوابید. روزه سر صحبت خانم فاطمه، چالش تک فیری. هیچ اظهار نداره کسی شهروند تو رو زده به گردنش نمی‌کنه. درسته؟ باشه. تارگتتون داره دیگه من نمی‌کنم. تو خودتون کسی که یک و دو تحلیل نمی‌کنید، کسی که اینجا رو کاور کرده رو تارگت می‌کنید. باید اینجا مافیا داشته باشید که تارگت بکنید آقای پیکاسو. درسته؟ به نظرم آقای سینا، آقای آرمان اینجا مافیا است. بفرمایید. خب من اول فکر ارشاد می‌کنم. شاید یک تا چهار تحلیل نکردیم فهمید حسین پیکاسو و آقای سیتون نباید این کاری کرد. سینا و آرمان برات مافیا بودن که من شهرشون کردم گفتیم واسه کدومشون مافیا فکت شده بود. بلکه نه آقا فکت صحیحشون می‌آوردی. حالا از قضا آقای سینا من اینجا اعلام موضع کردم اون تو حداقل می‌تونست دو تا فکت.
حالا اونجوری که گفتی کسی هایی که شهروند نکنی لایک دادی من شهروند نیستی از من اسم مافیایی گرفتی از من اسم مافیایی گرفتی دیسکشن بدی آرمان مشروع من بگم نشد باید سب میگن از دو صحبت کنه اینجوری آتا بشه من یادم شما قبل صحبت کنم دست بردش سر فرقی شروع صورتش این بوده که هرکس شهروند نکنی تاگیت نزد چی بود؟ آقای علی توفیقی آرمان جلالی امروز خیلی زاده است معارف زمین بازیتون کاملا فرق میکرده آقای علی توفیقی فهمیده تو بازی 2-3 حتما بینشون مافیا است یعنی یک گونه فهمیده چیه 4 حسین پیکاسو که شروع کرده به تارگت زدن بین اینا حسین پیکاسو رو مشکوکش دیگه زمین بازیتون فرق کرده میتونید قبل تارگت بزنید ببینید جفتتون من مافیا مگه میتونستی علی توفیقی فهمیده یک هیچی نیست تو 2-3 حتما مافیا است تو فهمیدی یک مشکوکه 4 مشکوکه 2-3 رو تحلیل نکردی مگه میتونی امروز فهمیدی استفاده نکردی امروز مگه تو دیروز شونه بازی تو چی بود گفتی خانم فاطمه مشکوکه تو بازی رفتی 4 رو تحلیل کردی 2-3 دنبال مافیا نگشتی امروز شروع صحبت خانم فاطمه با تارگت زدن به بود چرا اینقدر فست بک دادی من نفهمیدم تو لیست مشکوکش معرفه چرا نگفتی اینا مرسی حتما ببین تو قرار ساید است معرفه‌شو به یه جا دیگه بده فهمیدم بینش من مافیا یه سوال ازت دارم خب آرمان که قبل علی توفیقی چجوری با علی توفیقی تارگت بزنه آقا من احترام میذارم بازیتون رو قبول دارم میگم بگید تو مافیا اصلا کار ندارم خودش تو معارفه گرفته بگید آقای محمد حسین به من گفتی که علی توفیقی به دیسلایک داد گفت من شهروندم دیگه از دست در میره خب شما قبل اینکه دو نفر صحبت کنن آرمان جلی آقای علی توفیقی گفتی این دو تا شهروندن درسته خب این از دست شما در رفتن پس یعنی این همین واسه اینا قمری من دوست داشتم تارگت بزنم مگه میتونم آقا مشکوکشون باشم تارگت نزنم ببینم روکرشون به شما چیه نه اونجا که مشکوک هست حتی من قبل معارفه به خودتون اشاره کردم اونجا لوکیشن مافیا هست دیالوگ آماده نبود زد رو گردن پس یه سایت بین من و سینا قمری کاری هم سایت شما ندارم سینا رو میدی بیرون من با تارگت هم مرسی آقا این نشان چقدر شوه تو بازی این آرمان چقدر تو بازی شوه این آرمان دیروز داشتی میگفتی سیتی یک تو بازی مافیا سه تا خودم گفتم فردا حتما میفهمم تو بازی چی هستی خود با کارت خود فهمیدی اونجا شما یک تو بازی شونده باید آرمان تو بازی تارگت می‌کردی چجوری فهمیدی من تو بازی تو که شوی آرمان شو تو بازی دارم من تو تارگت تو بازی چجوری شد نشون تو بازی من تارگت زد تو لاک دادی استاد تو که مشخص اینا مشخص بود تو بازی همه تو رو گردن میگیرم چی حسین پیکاسو رو فعلا نفهمیدم واسه صحبت کن من صحبت کنم میگم نمیتونم با همه درشون اول از تو شروع کنم بین من و علی توفیقی تو توفیقی میگه بین من و خود مافیا هست و اینجا رو تحلیل می‌کردی این از این معارفه استرس داشتی آقای آرمان معارفه صحبت کردی استرس داشتی به نظرم میتونی مافیا باشی دیسلایک آقا توفیقی مافیاست تو رو کاور میکنم توفیقی حتما مافیاست آرمان حتما مافیاست کاری که تو معارفه کردی خیلی مشکوکه تو نفر برای خودتون کاور کنی نباید سجاد توجهی کنی دو به تو ذهن چی بود مافیا من شهروندش کردم خب تو ذهن تو یه کار مشکوک با رول مافیا میدونم وقتی یکی مشکوک کردم باید مسکن بده بکنه حتی با رول مافیا کار نمیکنم خود حسین پیکاسو چیکار کرد وایسا خود حسین پیکاسو چیکار کرد اونم گفتی یک و دو مافیا یک و دو شهرونده چطوری فهمیدی چرا باید به اینا خورده بگیری حسین پیکاسو رو تارگت کنی ولی به من تارگت مرسی ما جفتمون یه حرکت رو کردیم جفتمون دو رو شهروند کردیم چرا به من تارگت زدی چرا گفتی این نباید به حسین پیکاسو تارگت مرسی آقای لحظه حسینم میگم پلیه اینجا سال بدم فهمید چیه؟ محمد حسین رو روند باشی برای یه دونه باشه مشکوکه تو باید محمد حسین رو گردن بگیری این توی سایت دخالت کرده گفتم آرمان جلالی شهرونده علی توفیقی اومدیم ارشاد تارگت کرده تو رو فهمیدی محمد حسین داخل این 4 نفر که تو سایت کردن میگه دارن میزنن چیه رفتی سایت مجزا با سینا قمری داخل دیگه باز کردی نه بازپرسی نمیذارم که آره آرمان شیخی اینجا گفت این پلیر شهروند این مافیا حسین پیکاسو فهمید چیکار کرده این پلیر با گفت شهروند بوده دو تا شو شهروند تو نباید فشار اینجا می‌ذاشتی اومده تو رو تارگت کرد من به خاطر این گفتم چرا حسین پیکاسو رو داخل دک بعد تو تارگت نزدم بعد اینکه حسین پیکاسو صحبت کرد سینا قمری محمد حسین اینجا تحلیلش کردم رفتم اینا خورده گرفتم تو این خورده نگرفتم که چرا به حسین پیکاسو تارگت مرسی الان فکت شهروندی استاد میارم سردست خانم گفته شهروند هیچ کسی خانم مافیا نداره بینم گفته شهروند بسم الله شهرونده رو اسینا قمری دو دستی بزن آرمانش بیرون تمام شد آرمان اما اون مسیر نشون میدم هر چه آیه نشاد باشه آیه سینا قمری یارشه چه شهروند باشه چه مافیا چون این سر این تو گفتی بین اینا مافیاست دیگه این رفت دو دستی ساید جداگونی با گردن گرفتن است تمام بسم الله اینجا ساید
یه بین اینا یه دونه مافیا بین علیرضا و مرشاد حتما مافیاست. خوش بین شما مافیاست. اینو باید گردن بگیرید. چون این کار سوار داده علیرضا تو رو گردن بگیرید. آب سه دسته بزن. اینا این که حتما مطمئن. آرومتر. آقای مرشاد شرمنده علی توفیق چالش میدم تو رو که گردن میگیرم، محمد رضا رو گردن میگیرم، آرمان جلالی هم گردن میگیرم. میگم آقا استاد مگه یک تو روند بازی مشکوک نداشتی تو روند بازی؟ مگه خانم سیت یک رو مشکوک نشید؟ شروع به بازی با تارگت زدن به خود بوده با من با محمد حسین لوکیشن که هم خودت تارگت کرد هم خود رفتی خانم تو روند بازی تارگت زد. و میتونید اینجا دخالت نکنه بگی که محمد رضا شهروند علی توفیق رو گردن میگیرم. حالا میگم استاد محمد حسین همه کار کرده بود تو گردنش بگیری. تمام کسایی که به تو تارگت زده بودن همه رو شهروند کرد. گفت خودت مافیایی اونجا تو سایت دخالت کرد، گفتش که کسی که تو رو گردن گرفته شهروند مرشاد مافیا. من میتونی گردنش نگیری بگی بین ما تو روند بازی مافیاست. میگم آقا استاد چرا باید خانم فاطمه تو روند بازی تارگت بخوره؟ احتمال نمیدی مافیا کار کرده باشه یاراش نمیاد تارگتش بزنن. این حسین پیکاسو که شوه آقا تفکیک خیلی ساده. به آقا جایی من نمیفهمم چی میگه، واقعا نمیفهمم چی میگه. مرسی آقای سینا. فکر نمیخوام بکنم تو روند بازی. امروز من فقط محمد رضا آرمان همینجا رو باز می‌کنید. علی توفیق مرشاد بازپرسی نه نمیذارم. نه علی توفیق مرشاد بازپرسی ساید همینجا باز می‌کنه. هفت تا دو با هم درگیر شدن. دو یکو کاور کردن، سه زده به دو، چهار زده به سه، پنج دوباره اینا رو زده، شیش هم اینا رو مالومه. مرشاد تو دیگه فهمیدیم این اینا مافیاست. گفته من قبل خودم سوار داشتم، قبل خودم من توفیق مطمئنم مافیاست. آیا آرمان جلالی مافیاست؟ آیا محمد حسین هم که اینا رو کاور کرده تو رو کاور کرده؟ آیا سینا آیا آرمان رو کاور کرد ببینیم دوتا مافیا نداشته؟ گفته آیا محمد مافیاست؟ حالا امروز داره فکر میگیره میگه علی توفیق زمین بازیشون برده. گفتم زمین بازی بین این دوتا حتما یه مافیاست. آیا مرشاد سیف مافیاست؟ من میشه مرشاد تاریخ نکنم. مرسی. امروز تک آیا مرشاد به بالا تکمیره حتما با تو چیزش میکنم. مرسی آقای توفیق. ببین اصلا شما معتقد من مافیا کاور کردم اصلا من مافیا کاور کردم یادشم آقای پیکاسو چون یادش کاور کردم دیگه چرا من تارگت نمیخوام یادش کاور کردم. بعد آقای آرمان اینجا معتقده هم ایشون با هم مافیاست. این آقا رو مافیا یادش اینجوری دیسلایک داد. من با مافیا باشم چینش میکرد کنار سیت هفته بازی با سیت 10 بازی رو چین کردم. مگه میشه اینا چین بشن؟ اینجوری یاد مافیا یادش اینجوری دیسلایک بده. تو روز اینجوری پشت دست هم بازی میکنم به نظر تو یاد من نمیتونم اینجوری دو مافیا پشت دست. مرسی. آقا من ذهنیت همون میگم سینا هم بگی بدونی این سیسی با هم مافیا هم مرشاد اینجا خیلی نداشتیم از بعد رفتم مسئله به مرشاد به محاسبه بود چی محاسبه کردی دیدن از نظر من اینجا با میان بود نه جواب هم بود از چرا من تارگت نزدن اون که مشکوک بود من شهروندم اون آقا به نظرم بین مرشاد و سینا مافیا هست. من چون مرشاد تو داری میگی بین این دو تا مافیا هست. این زمین بازی بین سیت دو تا چهاره. من به نظرم بین شما دو تا ساید هست. تو علی توفیقی یه فکت هم واسه تو دارم. مرشاد میشد سر دست گردن میگرفت تو باید از سه چالش میگرفتی نمی‌کنیش. از اینجا چالش میگیری. حالا فعلا تاییدن چالش بده به من. بابا چی داری میگی؟ زمین کارتون میگفت بیاد تو رو گردن بگیره. من گفتم با تو یاره. چی میگی بابا؟ بشین پا تو بازی نیار. آقا این حسین پیکاسو چی میگه؟ میگه من مرشاد با هم دیگه یاریم. مگه میتونی اینقدر شو باشی؟ این حسین پیکاسو که مافیا بین شما دو تا مگه میشه مافیا نه؟ اما از توفیق رو کاور میکنم. نمیذارم تارگت. میخوای تارگت بزنی میگی سینا منبری. امروز ساید اینجا رو باز میکنی تو که یاکوزای کنی دو نفر میاد تو بازپرسی. آره نمیذارم بین تو مافیا با هم دیگه تو روند بازی گردن بگیر. گردن ذهنیتتون کاملا متفاوته. به قول علی جوادی عمو سینا یه از گوش کنین آرمان تو بازی چی میگه. میگه این دوئل تو بازی شهروند کرده. امروز خودم سر صحبت به این دو تو بازی شهروند خودش تو بازی تارگت نزدم. تو خودت فهمیدی دو تو بازی فین تو بازی کاورش کرد. از بعد دیگه آرمان تو بازی قطعی تو بازی مافیاست. درسته؟ رفته کارت دوئل از یه جایی با کاور گرفته باشه دیگه. من بخوام بگم دو مافیا باید بگم یادی که داشته اون تو دو تاریخ بخوره اون کاورش کرده. یا باید بگم این قطعی مافیا رفته با کارشناسی اون کاور گرفته اینا تو بازی تاریخ بزنه. پس این آرمان که قطعی داشت. به فاصله دیگه باید بگیم آرمان تو بازی قطعی مافیاست. درسته؟ حالا گوش کن. حسین داشت میگه بین دو سینا مافیا احتمالاً نیست. باید بگیم بین این و اسراف پیدا داشت. درسته؟ این مرشاد که مشخصه نمیذاره مثلا مرشاد تو بازی موضع بگیره. داش نمیتونی. امروز میکنن
داشت یاکوزایی کنه قول امشب یاکوزایی کنه. مرسی. من میدم عرضا بعد من صحبت کنم. فهمید که یک یارمان نیست و یارمان نبود سینا قنبری هم یارمان نیست. با این دوستان هم هرکی خود رو گردن گرفتم و سپیداس گفت من سینا قنبری من بیاریم. چه من آرمانی؟ این مافیا هست. این بلند شد تو لوکیشن تاگیارش دادن که گفته آرمان نامرزا من بیارم. ما بریم تو ذهن آرمان مافیا. دیگه گفته تو دورسه مافیا رسیده تینش دور کامل کرد. من نقش مافیا دیوونه است این کارو کنه. راه میکنه. حسین علی توفیقی رو گوش کنید. علی توفیقی چین دخالت نکن تو سال. دخالت نکن. علی توفیقی فهمیده معارفه. چون من نرفتم تو درگیری 2 3 4 5 6 شرکت کردم حتما مافیا. سیف مافیا. امروز سر نوعاتش کردم چالش گرفته. نه 2 درگیر کردم، نه 3 درگیر کردم، نه 4 درگیر کردم. فهمیده فقط من مافیا من بکنه بیرون. مافیا سیجا من یادش باشه دیگه تو فیلم حتما مافیا. آقا جلالی معارفت داشت 6 رو تارگت زدن به سیت 4 سیت 1. امروز 4 حرف نزدن بود 3 حرف نزدن بود فهمیدی 3 و ناقص بود با 4 دیالوگ کنی چجوری باشه دیالوگ فهمیدی دیالوگ. من خانم فاطمه رو مشکوک نداشتی معارفه. خانم فاطمه تو گفتی مافیا فاصله میگیری. میتونی با ذهنیت اطمینان اینجوری که یکی معارفه شهروند موافق کرده اینجوری فاصله میگیری. حتما با هم شینم. معارفه مسیراشو کاملا تا چه نشون میکنم اگه بخوای معارفه امروز من این دو تا با هم دیگه تو جنگ هر کی بخواد اون نمیکنم تموم شد من یک به 2 معلوم نیست اگه شهروندی اینقدر رو گردنتون من نگذارم من بازی رو آروم کنم اما اینکه میخوام بکشم عقب این دوتا دارن توی یه سایت بازی میکنن این دوتا دارن توی یه سایت بازی میکنن امروز حتما خروجی میدیم مثلا اگه امروز مرشاد رفتی رو فردا آرمان علی توفیقی تو بازپرسی اگه علی توفیقی رفتی رو فردا شما دوتا تو بازپرسی لایو به سطح پلی‌ها بالاست من نمی‌پذیرم مثلا میگن شما شهروندین اینجوری کردین بازی پس من خودم که شما ولی امروز رای خروج حتما میدم این استاد تمام مسیرش بهش گفته مافیا این فهمیده این شهروند این استاد نفهمیده بین علی توفیقی آقای مهشاد آرمان مافیا هست بلند چون گفته پیکاسو این استاد چنین ستایی هست ستاشو با هم کابل کن نوچ نکنید به من اصلا تو این دک برای من نوچ نمی کنید این چیه؟ تبره نرفته آقای مهشاد مافیا تو رو تارگت کنه گفته شهروند اینا هم نمیدونم چیه این استاد رفته آقای مهشاد رو کابل کرده گفته آقای علی توفیقی مافیاست آقای مهشاد مافیا داری باید بگی آقای آرمان یارشه رفته تارگتش زده این استاد به اسم من اولین نفری بودم که مشکوکیت اینو دیدم گفتم تو نمیتونی به این دو بگی شهروند به این بگی یک مافیا دو رفته یکوش کامل کرد الان جفت با هم مافیا هر فایل بین اینا هر بین توفیقی آقای مهشاد هم سایت از من شد رفت فقط با آقای علی توفیقی باید سایت بگیری تمام آره درست آقا یه دیگه آرمان شیخی به نظر کنید مافیا سیت 2 رو کاور کرد سیت 2 کسی تو روند بازی بشن که مافیا فقط آرمان دارن تارگت میکنن به نظرتون با کارت مافیایی رفته این شهروند کاور کرده الان زیر تارگته و باید بگی یه مافیا کاور کرده که داره خودش تارگت میکنه سیت 2 داخل روند آرمان جالبی لایک نده تو صحبت نکرده از سیت 1 چالش گرفتی گفتی سیت 2 داخل روند بازی شهروند رفته آرمان شیخی تارگت کرد آره ولش کن آقا آره حرف حسین پیکاسو درسته یکی اومد آقا سینا تو علی توفیقی رو کاور کردی گفتی مرشاد اون مرشاد رو کاور کرد گفت علی توفیقی باید سایت بین شما 4 نفر باشه مگه میشه همچین چیزی آقا سایت شما تو بازپرسی امروز بین آرمان و سینا آقا سایت شما بازپرسیه باید تو بازپرسی معلوم بشه آره دیگه سر کارت شما دو تا تو جنگ کردی یکی به تو گفته شهروند یکی به تو گفته مافیا مگه میشه بین اون سایت نباشه مرسی آرمان جلالی و آرمان شیخی هر جا خودتون میدونید اینم مشکوکه آرمان جلالی هم مشکوکه محاسب نگرد من محاسبم دردش آقا نظر شما تو نظر بین خودت و آرمان باید مافیا باشه دیگه داشت میگفتی حسین پیکاسو سیف مافیاست بین آرمان و آقای سیت 2 مافیا هست سیت 2 خودتو گردن گرفته پس آرمان میشه شهروند اگه بینشون مافیا باشه آرمان داره میگه حسین پیکاسو مافیاست مرشاد شهرونده گوش میکنی چی داره میگه داره میگه مرشاد شهرونده حسین پیکاسو مافیاست خودت هم مافیایی پس باید بگی هم آرمان مافیاست هم مرشاد مافیاست هم سینا سجاد ترجی مافیاست میتونی اینو بگی امروز کارتو شو کنی آقا یه لایک بده آقا همین سینا رو میکنه امروز فقط به تو رنگ فقط به تو رنگ میدم گفت این سه تا با هم مافیان مرشاد همشون کاور کرده به اون گفتی باید مهندسی رو تارگت کنی دستت که منو مرسی همین فقط سینا رو میشه یه لایک نمیتونی تو بازی
صرف چون چی نمیفهمی مرشاد داره میگه فایده اولشو که دیبای کردم فایده دوم داره میگه همون حرفی که محمد زد مرشاد ما کپی کرد هیچی نداشت برای گفتن میگه تو شهران بودی ما سر دست وقتی که تو منو گردن گرفتی ما منو گردن گرفتی مرشاد که چالش گرفت از شما بود یا شما سیت 2 یا 3 من از که چالش گرفتم سیت 5 یا 4 من چالش سیت 5 گرفتم ببینم من موضوع با مرشاد چه میگیرم ما اصلا میگه با مرشاد گردن گرفتی من تو معارف مرشاد گردن گرفتم من چی گردن گرفتم آقای مرشاد امروز تایید میکنه بیرون مرشاد داره میگه من بین اینا مافیا نداریم خودش بین اینا مافیا نداره من دارم مؤاخذه میکنم گفتم بین شما مافیا نداره و آقا تو داره میگه بین اینا مافیا نداری تو آقای سجاد با آقای آرمان شکری تموم شد همونجاست بازی آقای مرشاد داره میگه تو اینجا مافیا نداره خودش اینجا مافیا نداره من مؤاخذه میکنم چرا اینجا تارگت میکنم مرسی حتما اینجا بیار میریم برای رأیگیریتون باید فرش باشه دوستان. 4 رأی دفاعیه. رأی برای سر صحبت خانم فاطمه، آقای محمد رضا، آرمان شیخی، حسین پیکاسو، سینای قنبری، محمد حسین، آرمان جلالی، مرشاد، سجاد فرجی و علی توفیقی. 3 دوست دفاعی هستن. درباره نداریم. بشینید لایک و دیسلایک حق رأیو میسوزونم. آقای آرمان، آقای مرشاد، علی توفیقی. بفرمایید. ببین موضوع از یه سال آیه سجاده فشارانی واسه من نمیاد. چرا میگی دوباره بین من سینا مافیا نیست؟ اصلا سینا مافیا ذهنی من خوبه. سینا آیه آرمان جلالی حتما مافیا، آیه توفیقی حتما مافیا، حسین پیکاسو حتما. میگم آیه سینا 3 تا اینجا تارگت زدی الان دور خیلی مافیا داری نداری. من خودم رفتم کاورش کردم، این به من مسیر میده، توفیق به من مسیر میده بیام تو رو تایید کنم، کارت دورم سر داد. چطوری میگی سیف سایت حتما منم؟ خب من میرفتی گردن میگرفتی. با تو فعلا کار ندارم. امروز حسین پیکاسو اگه من رفتم مطمئن باشی مافیا. آرمان جلالی مافیاست. بین توفیقی و محمد حسین هم مافیاست. یه دونه هم اینجاست. این دو تا رو مرسی. این ایران بازیتون چیه آقای حسین پروفسور محمدی؟ هزار بار باهاتون هم صحبت کنم. با دیتای 2% میرین تو بازی رو خراب میکنید. هرچی هست. وقتی سینا قنبری و مافیا داری نباید دیگه به من رأی 1 بدی یا در توفیق رأی 1 بدی. چه ربطی داشتی که هم به اون رأی 1 بدی هم به رأی 1 بدی؟ یعنی اون یار من بود رفته مرده من رو آورده پایین نزد من میکنم. چه رأی شهروند میکنی؟ تو چرا؟ شما چرا؟ اصلا چی داری بازی میکنی؟ علی توفیقی معارفه به چه فکتی به من تارگت زد؟ آقا به من رأی نمیدی. نکته اول علی توفیقی رفتیم من آرمان جلالی میبینیم با بازپرسی خیلی ساده است که من آرمان جلالی میبینیم بازپرسی ساید خوش شهر من نکس میدم من میکنیم. علی توفیقی معارفه به این فکت من تارگت زد چون تو 2 3 4 تحلیل نکردم نفهمیدم کی مافیاست. خودش رو گردن گرفتم. امروز جز من مافیا دیگه به اسم نام برده یا نه؟ گفتم فقط گفتم من مافیا. نگفته آرمان چیه، مردا چیه، یک چیه، حسین پیکاسو چیه، سینا قنبری. خب فرض مافیا من میتونه با هم شهر بدن. مردا دیگه پیش گفت شهر یک هم گفت شهر. این که تو سایت تو بلند تارگت زده، اینا که گفته من مافیا. چه من کی بود؟ معلوم. آقا یا رأی ندی چون من میترسم برم یا آرمان بره. یا رأی بدی میکشی زیر علی توفیقی من گردم من یاکوزایی نمی‌کنم هیچ وقت زندگی. تو ترنه چه رسیده منو گفتی اونم هر چی دوست داری بگو. چه سوم. مرسی. آوردنش تو بازی چی بوده؟ یه فکت آقای محمد حسین آورده گفتن که من برای فکت مافیایی دارم. فکت اینه که اینجا آقای مرشاد بلند شد چالش گرفت اون گردن گرفت تو با ورود بازی می‌کردی. سیت 2 چالش گرفت منو گردن گرفت. من از خود حسین پیکاسو چالش خواستم یادش رفت به من چالش بده. کسی را قبل چالشش رو به من داد. حالا اینو ول کن. همین فکت داره اصلا روش داره اسکی میره. بعد داره من مؤاخذه میکنه. چرا اینجا تارگت نمیزنه علی توفیقی؟ علی توفیقی مافیا داره اینجا تارگت نمیزنه. شما میگه شما اینجا مافیا داره علی توفیقی اینجا تارگت نمیزنه. خودت اینجا تارگت نمیزنه. پس تو حتما اینجا یار داشتی من آقای آرمان. فکر امروز آقای مرشاد میکنی بیرون مثل دیروز امروز تاریخش میکنم. مرشاد تو مافیا من نمیتونی داری. مرسی. فقط نمیتونی مرشاد. 3 دوست دفاعی به هم حق رأی دارید. بشین من بعد دستا رو ببینم. بشین آید دستا رو بگم
دستا فرش میاد بالا. رای برای آقای آرمان شیخی، رای برای مرشاد، رای برای علی توفیقی. آقای مرشاد وصیت. رای داره من شکر کنم. چرا رای دادی؟ مگه نگفتم تو شهروندی؟ چرا رای دادی؟ آی سجاد فرجی کل بازی با کار شهروندی من بود. مگه میتونستی رای من رو مساوی نکنی؟ تموش نه نه من مافیا بودم اینجوری روز یک رفتم. مهم نیست. دکتر خانم فاطمه رو سیو میده. با علی توفیقی میاردش بازپرسی. فقط با علی توفیقی میاردش بازپرسی، نه با سجاد فرجی نه. علی توفیقی تو بازپرسی کرده بیرون، پشتبندش رو اما جلا نمی‌کنی بیرون. همه تو شهروندی. تو با چه با وقت دیگه نداری تو بازی رای میدی؟ مرسی. چرا دیگه نداری تو بازی رای میدی؟ شب بازی خواب. اولین نقش بازی محقق. بخوابه. تیم مافیا. شاد. از دست گادفادر میبینم. سریعتر. تیم مافیا در حال یاکوزایی می باشد. تیم مافیا بخوابه. دست شهرونده ساده بر میزن جلو. دستا جمع. دستی که داشت میکنم بیاد بالا. تیم مافیا رو ببینم. رئیس لایک. شایاب لایک. ناتو لایک. بعد یاکوزایی شده. تیم مافیا بخوابه. تیم مافیا بخوابه. اسم میبرم. شاید رو ببینم. خواب. کاراگاه.
خواب 3 2 1 روزه. در شبی که گذشت خداحافظی میکنیم با آقای آرمان جلالی. لطفاً دکو ترک کنید. سر صحبت‌های توفیقی استلام وضعیت میخواین؟ از جمع شما یک مافیا خارج شد. سر صحبت‌های توفیقی، انتهای صحبت خانم فاطمه. بازپرسی نداریم. استلام وضعیت شده. من خواستیم یه شهروند مثلا یه مافیا داریم بیرون مافیا باید یه توضیحی که برمی یه شهروند داریم. سیت 2 نظر شهروند ساده بود که خواست ساید در بیاره. یاکوزایی شده به این مشهور. چون از نظر من این میتونه یاکوزایی شده باشه سیت 2. خب آقای توفیقی من یادم دارم یه شخصی ساید میگیره شهروند میکنه بیرون فردا دیگر میشه. مرسی. الان تو داری دیسترکت میگی اونم داره دیسترکت میده آقای محسن هم داره دیسترکت میده من رو میخوام بارو بیرون این هم که داره من رو روزی یک به من رای ده موسیقی قنبری هم تو بسته من رو بکنه بیرون شما داری میگی این هم که شهرمند میگه آقا بریم کنه حداقل من تا تو دیگه یاد داشته باشم من شهرمندم حالا تو بازی آقا اشکال نداره من روزشون میکنم به من رای بدیم بدارم بکن درش کن من خود حسین مافیا دارم نمیدونم حسین پیکاسو هم مافیا هست اول توفیقی میده بیرون یا محمد حسین این دوتا رو دادن بیرون میخونه دوتا مافیا با مافیا ستا و خودتون میکنن دیروز اصلا مسیح نداشتیم دک گفته آرمان جلالی شهرونده همه تو من رو با اون شهرونده داشتی باکس میکردید گفتم سینا رو مافیا ندارم که با اون مافیا رای داده خودت گفتی که بین من و سینا یه شاهدی هست این همش تکتا تا روز سوم تو بازی بودن کشتمه اول آقای توفیقی که خودم شهروندم اون شهروند بوده نمیدونم تو هم حتما شهروندی توفیقی که امروز میره بیرون فردا من تو رو میکشم آره نکس یا حسین پیکاسو تو لایک نمیگه تو هم رای 2 کشیدی زیر مرشاد میگن رای 2 کشیدی زیر مرشاد مثلا محمد حسین مرشاد مافیا رای 2 نداد خودم خواستم سال باز کنم به هیچ کدوم رای ندادم به هیچ کس رای ندادم چون گفتم از بازپرسی بذارید بازی شروع بشه بذارید روند بازی تو بازپرسی بیاد رای نکشید زیر شهروند الان تو فهمیدی التوفیق مافیا التوفیق فهمیده تو مافیا تابلو امروز التوفیق رو میکنید بیرون حسین پیکاسو هر چی گفت گوش ندید هر چی گفت مرسی آره مطمئن مافیا حسین پیکاسو یا تو این شده هم اگه کسی در میاد چالش دیگه بودن حسین پیکاسو نظر رئیس مافیا من یا آیا توفیقیه اورجینال هم یا گذاشت شده اورجینال بودم بلند شدم که گفتم بین علی توفیقی حتما باید مافیا باشه 6 روز بهت گفت مافیا اما اون لوکیشن مافیای تو هیچ کاری نداشت اومد تو این لوکیشن تارگت زد نه آرمان کارده 3 دستی بزن میکنم مطمئنم تو با علی با هم یاری چی داری میگی تو؟ بفهم منظورم چیه این روزی که اینا با هم فاید گرفته بودن گفتم اون ستاره هیچی ندارم من آرمان این با هم مافیایی تموم شد رفت اونو بکنید بیرون فردا من به ساید آقای سینا بکنید بیرون در اینم مگه من مافیا نیستم فردا میشه شهروند میشید سایدت بابا رای 2 سه تا رای داشت خود نشون اونجا این کار فرق می‌کرد مشابه اگه بودم اون رو حسین پیکاسو داشت یا کجای نمیدونم با کی نشسته اصلا خب یه روز داشتی آرمان گردن می‌گرفتی نشون هم گردن می‌گرفتی دیگه فقط چند سومشون سجاد ایرا بدیم من اون معرفی کسی وارد نمی‌کنم اشکال نداره کارت بشرا در نظر بسید مافیا رفت خوب آمده سجاد نداره شریک بازی می‌کنه تارگت ما رأی به من رأی بد نداد رأی زیر مرشاد کشید رأی زیر مرشاد کشیدم زیر علی توفیقی آره من رأی به مرشاد ندادم مرشاد 5 تا رأی آورده داشت چی داری میگی 1 2 3 4 این محمد رضا باید تو رو یه جا سر پیش پیاده میکنه آره تو رو یه جا سر پیش پیاده میکنه میگم ما گفتی من مرشاد با هم دیگه مافیا چی شد مرشاد یکون تو روند شهر گفتی من مرشاد با هم دیگه مافیا دیگه منو با دو دستی بعد دیگه بعد چقدر شور من که گفتم علی توفیقی شهرونده
به مرشاد تارگت نزدم. چجوری فهمیدی من مرشاد با هم دیگه تو روند بازی یاری؟ برای رای دادی که زیر علی توفیقی، چرا رای زیر مرشاد کشیدی؟ حالا امروز اعتماد علی توفیقی رئیسه. اوکی یه استلام اینو میگیری نقدی علی توفیقی ناتو شاهد خودت خلاص. رئیس. آقا یه لحظه گوش بده من چالش میگم حسین می‌واسه تو ذهن که آرمان شیخی بعد سینا ممری رو توی روند بازی تارگت بزنی درسته؟ سینا ممری توی روند رای چیکار کرده؟ رای کشید زیر یارش. پس من یه آزمون شهروندی الان برای این شو شهروندی چون تصمیم گرفت مرشاد علی توفیقی بالا باشن رای بکشی زیر علی توفیقی نه زیر آقای مرشاد. تو این کارو کردی رای دادی به مرشاد الان بلند شدی میگه علی توفیقی میدونم مافیا ما هم میدونیم مافیا تازه میدونی رئیس هم هست ولی باز فردا داری میگی این پلیر داخل روند بازی مافیایی نه من داری فردا میگی این پلیره یه جایی اگر واسه پیکاسو رفت بیرون بازی تموم نشد بین سینا منبری و این آقای محمد رضا من یاکوزایی رو در میارم چون واسه پیکاسو الان بلند شد 20 سال دیگه بزنم من ذهنیتم شهروندی مشکوک میشم آره بین تو و محمد رضا دنبال یاکوزایی شده میگردم نکس چالش من حتما برک بده خب درسته بعد اون سه نفری که با آقای علی توفیقی رای دادن تو که تو چیز بودی دفاعی بودی خودت اون سه نفر سوم خود مرشاد بود جفتی خب جفتی من به سوز شهرمند رو گردن بگیرید نمیکنه آقا باید بگی آقا این مافیا نیست من اورجینالم با علی توفیقی با هم اورجینال رفتیم این استاد یاکوزایی کردیم و رفتار تو رفتار اشتباهه مگه میشه ما گفتیم آقا بین اینا حتما مافیاست تو خود اینجا گردن نمیگفتم بین اینا حتما مافیاست مگه میشه بود هر سه تا مافیا 4 تا مافیا با هم بازی کنن نمیشه اصلا امکان نداره یا بگی هر سه تا با هم پیوی من شهروند باشه با بگی این مافیا که با اون بازی کردن کردیم مرسی فایل جداگونه باز کردن که اینجوری رأی مساوی کنن که یکشون سفید بشه پس فایل بین خودت و این استاد آقا بذار سینا من تو شهروند رو بذارم با حساب کنم یه جای آقای سرجاد اومد تو بین آرمان شیخی تو سایت گفتم نه بذار بین آرمان جلالی و آرمان شیخی باشه درست خب یادم گذاشتم توی سایت اینجا که میگید آقای توفیقی مافیاست گفتم اینجا میسه من اگه بهش سه رای میمون رای 4 بدم آقای توفیقی آقای پیکاسو وقتی که مافیا نفر سوم توی دفاعی معلومه کل مافیا بر رای بر شهروند داره این از این آقا امروز قرار بوده کی بره بیرون در هر صورت آقای توفیقی چرا که آرمان جلالی یاکوزایی کرده می‌نشسته دیگه نه اصلا کار ندارم میگم آقای توفیقی شهروند باشه دلیلی نداره اونها یاکوزایی کنن آرمان جلالی پس شما مافیای بازی هستی من رو امروز نمیخوای بکنی بیرون یعنی مطمئنی من مافیام دیگه آقا این چه حرفیه من مافیا آرمان رو دارم کاور میکنم میام شب یاکوزایش کنم فردا خودم برم دادن آقا من مافیام من میفروشم به نظرتون حسه حسین پیکاسو من میشه شهروند باشه روزی یه تارگت میزده با آقای آرمان شیخی تو هم گردن میگیره با من هم رای داده های مرشاد گفته بین ما مافیاست سلطان چی من جایی ندارم که ایده من این دارم میگه امروز تای علی توفیقی نواسه میگه تای علی توفیقی سیما میگه تای علی توفیقی اینم علی توفیقی تو هم علی توفیقی خانه هم گفت علی توفیقی سه تا مافیاست که یه یاکوزایی شده باشه 5 تا شهرونده یه رای میدیم واسه پیکاسو حتما اون معاصر هم یاکوزایی شده ما دیگه داریم قلبمون میگیریم صحبت کنم نمیدونم ذهنم جای عجب غریب داده دیگه بذار بیان کنم 20 لایک بده بعد یاکوزایی آرمان جلالی نصیب کردن توفیقی نیست تو ذهنتون اینم میشه با رول گادفادر اومده سایت گرفته بذار صحبت کنم بذار می آقا دارم صحبت کنم توفیقی بره بیرون من با دوست ساده نگاه میکنم یا رای بدیم پس ما شهروند خب اول یه چین دوتایی بگو اگر خودت شهروند باشی بین من سرجاد رو شو شهروند دارم اصلا مرسی بین این سه تا دو تا مافیا به من بگو صحبت دارم با آقای علی توفیقی تو اگه شهروند بودی اون خواهشتاک با شهروند با مافیا چین شده بودی دیگه خواهشتاک یه دونه مافیا بلند شد الان پوینت شهروندی تو رو میخرید دیگه خب تموم شد رفت یه شهروند کردی یه موقعیت منم که شهرونده امروز بس شما میرید بیرون وصیت سالم داره تو اگه شهروند بوده همه دک نمیگفتن که حتما تو مافیایی حتی اون یار یاکوزایی شده هم داره میگه تو مافیایی تموم شد رفت آقا من شما دو نفر بگیرم شهروند سرچه شهروند خودم که شهروندم این استاده که نمیتونه بگی مافیایی یا اونو
با بگید خانم فاطمه مافیاست اونا که نداره با بگید این نامگذاری شده بله آقا امروز علی توفیقی رو بکنید بیرون اصلا فردا مرسی بشینید سر جاتون. این مدل بازی اینجوریه که میخوان این کار کنم من سیف بشم ولی من شهروندم. چرا؟ من مافیا ام من شهروندم. پس اینو رنگ من شهروندم. امروز آقای توفیقی رو رنگ می‌دید بره. شما وصیت کرده مرشد آقا توی داری من دوست دارم بعد از مثلا قانون بعد میگن که آقا وصیت چه شهروند بود. پس آقای توفیقی مافیا یاکوزایی هم اصلا ننشسته بدش کنید. آقای توفیقی میره بیرون فردا صحبت می‌کنه ببینیم کی مافیاست. ببین من امروز هم با پیکاسو رو میدم هم با آقای توفیقی چون اینا بانکی سایت گرفتن درسته شما میگی شما من برده شما رای میدم بیرون دفاعی شما آقای توفیقی چون مرتکب شدی وصیت یه شهروند نمودی درسته خودت هم رای دادی یه شهروند دیگه آقای پیکاسو این وسط من چند شهروند ساده این وسط هست دارم میگم من نمیدونم اون شهروند ساده یادم میگی یا کدوم ننشسته من میگم نشسته با خودت ننشسته اینجوری نگی ننشسته من به این دو نفر رای حسین پیکاسو داره چی میگه؟ میگه علی توفیقی اگه تو شهروند بودی امروز تو وضعیت 8 تا 35 پوینت شهروندی تو میخریدم. خب حسین پوینت شهروندی من برای کی بخرم؟ امروز منو پوش کنن یه شات بزنم بازی بردن دیگه. تو چقدر روی؟ این حسین داره میگه تو شهروندی هم تو شهروند من فردا میخوام مافیا رو دنبال آقای سلطان بگردم با آقای محمد حسین. آقا حسین خیلی شوه. شما به ذهنیت خودتون احترام بزنید. آقا من مافیا محسن یارم محسن باید بیاد بالا دیگه. مرسی. من تا یار دارم محسن بیاد بالا. من مافیا بودم این نگاه کودایی کردم میذارم بالا درم. مرسی دوستان. 4 رای دفاعیه 4 رای خروج. رای برای سر صحبت علی توفیقی، رای برای سجاد فرجی، آقای محمد حسین، سینای قنبری، حسین پیکاسو، آرمان، محمد رضا و خانم فاطمه. آقای توفیقی درباره، آقای پیکاسو درباره، سینا بفرم. حسین پیکاسو اگر شهروند باشه کسی نمیاد پوند شهروندیشو بخره. خب این شهروند باشه بیرون یه شات بزنه بازی تمامه. چرا من میام پوند شهروندیشو بخرم؟ همه تارگتش میکنم. آقا حسین پیکاسو رو بکنید بیرون. اصلا یاکوزای آرمان جلالی یه چیز عجیب غریبیه. علی توفیقی اتفاقا با مافیا چنج شده بوده. یاکوزای یعنی محمد حسین هم به نظر من یاکوزای شده. این حسین پیکاسو مافیاست. نشون یه جوری وصیت کردن چه عجیب غریب نمیدونم. ولی من حسین پیکاسو رأی میدم. مرسی. آقا تو باید بگی مافیا دو سایدی کرد بین اونا که رأی دادن به توفیقی هم دنبال مافیا باشی. آقای آرمان بعد آرمان ذهنیت تو این اگر توفیقی شهروند باشه باید این مافیا دو سایدی کرده بین خودت و آرمان هم باید مافیا باشه. امروز دست به حسین پیکاسو نمیزنید. حسین پیکاسو برای فرد است. دو تا فکت میارم. علی توفیقی اگر گادفادر نبود فردا قرار خودش بره دیگه. اینو یاکوزایی کرده گادفادر بشین تو بازی اسلام کارگاهی هم بیاد یک شهروند بشه دیگه. اما من حسین پیکاسو مافیا یعنی تو شهروند تو سینا هم شزم شد. رای کدی سایت نباشه. آقای توفیقی صحبت. آقا یه لحظه گوش کنید. الان مگه تو بازی من با محمد حسین و آقای حسین پیکاسو چین نشدم؟ آقا من با حسین پیکاسو و آقای محمد حسین تو کل روند بازی چین شدم دیگه. به تو گفتن شهروند، به تو گفتن شهروند، شما شهروند. گفتن علی توفیقی با حسین پیکاسو یاره، آقای محمد حسین هم یاکوزایی شده. حالا حسین پیکاسو من دفاعیه، آقای محمد حسین هم درباره‌شو گرفت. من این نگفتیم ما با حسین پیکاسو یارم. چرا درباره‌شو گرفتی؟ آقای حسین پیکاسو داره خود اول میگه میگه توفیقی کسی پوینت شهروندی شده. مرسی. سلم بانک اینا میشه شو باشه. آقای توفیقی مرسی. صحبت میکنم. خداوند روزی یک کردی طرفو بیرون خونده شهروند وضعیت گذاشت بود تو رو نکنی بیرون چه من خوندم شهروند میتونه برمونده بکنم بیرون. اصلا بازی حالی هست. میدونی چه آقای سینا قنبری رو تارگت دادم چون رو کشید که توفیقی اونو گردن گرفته اون ستان با هم کار میکرد. مگه میشه با هم اینا شهروند داشته باشه محسن هم کنه گردن بگیره. اینو میفهمی یعنی چی؟ چقدر تو شوی روزی این پاسپورت کردی بیرون دنبال پاسپورتی آقای مرشاد پارس فرکیس برای آرمان بود. این اونجا دانلود شد آقای مرشاد گردن گرفت کرد بیرون. مرسی آقای پیکاسو.
4 رای لازمه خروجه. رای برای آقای توفیقی، رای برای حسین پیکاسو. آقای پیکاسو وصیت. قیافه‌شو نگاه کن. آقای سینای قنبری که وصیت میکنم. تموم شد رفت. تو اگه تونستی اینا رو فردا بکنی بیرون من اسمم عوض میکنم. اینا نگاه کن. تو اگه تونستی این الطافی رو بکنی بیرون من اسمم عوض میکنم. شب شنما خواب دکتر محمد حسین سید. خواب اولین نقش بازی محقق. خواب تیم مافیا. شاد شاد تاییده. تیم مافیا بخوابه. تیم مافیا خواب. شاید خواب. کاراگاه. خواب. دکتر. پاسپورت. خواب. روی کن لایک بده. روی کن. روز در شبی که گذشت خداحافظی میکنه با آقای سینا قنبری. رئیس مافیا لایک.